دوستان گرامی، نفر سوال داده است. سلام علیکم. سوالی بنده همین است که آیا در تاجیکستان حکومت جدید بر سر قدرت آید به مانند دولت‌های اروپایی به تمام کارهای غیر اخلاقی LGBT در قوسین گرفته است اجازه داده می شود یا نه؟ اگر بله گویید عرف و عادت‌های ما تاجیکان چی می شود؟ تشکر زیاد استاد. خب دوستی گرامی، حالا چون من در بسیاری از صحبت‌های قبلی هم گفتم و صحبت‌های زیادی در این موضوع داشتم و دوستان نظر ما را در کل می‌دونند. شاید این برادرم پیش پرسیده است که اگر بله بگویید که یعنی به این اقلیت‌ها اجازه داده می‌شود، به LGBT، به همجنسگرایان یا به دیگر مسائلی که مثل طربخانه‌ها، شراب، مثل مکان‌های دلخوشی، دیسکوتک‌ها، اگر شما میگید که دموکراتی هست و مردم آزاد باشد، پس رسم آیین ما، فرهنگ ملی ما چی میشد؟ یعنی پیش این برادر باز خودش برادر یا خواهر مسئله رو به این شکل مونده است. چون از صحبت‌های زیادی ما درک کردن که ما نظر ما این است که باید در تاجیکستان اولویت‌هایی باشد که از این مسئله در مرحله اول بالاتر. ببینید دوستی عزیزم، چرا ما وقتی که میگیم حکومت جدید بیاید، اول مسئله های باید این LGBT، اقلیت‌های جنسی، آیا شراب، فروختن شراب در تاجیکستان مثلا اجازه داده می شود یا نه، مسئله لباس چگونه می شود، دیسکوتک ها چی می شود، چرا ما باید این مسئله ها را در اولویت کار حکومت جدید مانیم؟ ببینید، برای بعضی شاید که این مسئله مهمترین مسئله باشد. مثلا یک نفر میگه که بگذار یک نفر ظالم است، دزد است، غارتگر است، قشاق میکند ملت را، مردم را مهاجر میکند. برای من اینا مهمند، اما دویم درجه است. برای من مهم این که برای مثال اجازت بدهد که همه مسجد بروند، یا اینکه ستر و حجاب را مجبوری کند یا حداقل اجازت بدهد، یا که شراب فروشی رو منع کند، LGBT رو منع کند، یا برعکس یک کسی دیگر برعکس این رو میگوید. مثلا بعضی طرفداران حکومت امروزه تاجیکستان میگویند که بله ما میدونیم که حکومت امروزه دزد است، غارتگر است، کروپسیونی است، خانوادگی است، ظالم است، همه را زندانی کرده است، ما یکی از قشاق‌ترین کشورهای دنیا هستیم، اما من از این حکومت طرفداری میکنم. میگه برای چی؟ برای اینکه شراب نوشی را اجازت میدهد، برای آنکه LGBT رو مثلا اجازت میدهد، یا برای آنکه زیر حجاب هست، حجاب رو منع میکند، ریش رو میتراشد، مسجدها رو محکم کرده است. وقتی که تفکر یک انسان به این حد محدود میشود که یک مسئله را که برای خودش ارزش دارد، مهم است، اون را بالاتر از منفعت‌های دولت و ملت میماند، از منفعت‌های همه اهالی میماند، این ما را به ناکجاآباد میبرد، ما را به یک نابودی میبرد. و هر کسی هم که مثل امام علی رحمان به سر قدرت بیاد، اگر با همین تفکر باشد، وضعیت ملت به نخواهد شد. ما به جای رحمان یک رحمان دیگر میاد. رحمان مسجد را منع میکند، حجاب را منع میکند، باقی همه چیز جایز است. مثلا شراب خوردن گیر چقدر که میخواهی، حالا بد اخلاقی، تن فروشی در تاجیکستان آزاد مونده است، یا گاه به نام گیا مبارزه میبرند، اما همش رو خودشون کنترل میکنن. مواد مخدر، یک گروه میاد میگن خب ما طرفدار همین هستیم، بگذار هر چی که قشاق هم باشه، مهم که شراب نوشیدن امکانیت داشته باشد. و بسیاری از فارس زبانان که در کشورهای دیگر فارس زبانی مثل ایران، افغانستان این چیزا محدود است و جدی گرفته می شود، اینا تاجیکستان رو برای همین دوست می‌دارن. یعنی نه برای اینکه در تاجیکستان یک کشور آزاد و پیشرفته و دموکراتی است، بلکه میروند در اونجا خوشگذرانی میکنن و عیش و عشرت میکنن، برمیگردن، بعد میاد در تمام دنیا مینویسن، کامنت میکنن، ویدیو میکنن که ببینید تاجیکستان چقدر پیشرفته است و چقدر آزادی ها هست. آزادی نیست در تاجیکستان، یکی از کشورهای دیکتاتوری است، اما آزادی برای یک بخش از انسان ها هست، مثل شراب خوردن و کارهای دیگر. البته باز نگویند، بعضیا بگویند که خب از این حرفا برمی آید که پیمان ملی تاجیکستان آمد سر قدرت، خب اینها را همه را منع خواهد کرد و باز اجازت میدهد به مسجد و مدرسه و به حجاب اینها، بلکه اینهایی که اون چیزی را که امروز امام رحمان اجازه داده است منع میکند، اون چیزی را که منع کرده است اجازت میدهد.
نه، نظر ما دوستان این نیست. ما برای خود اولویت داریم. ما میدونیم که از نگاه شریعت، از نگاه دینی مبین اسلام این مسئله ها چه جایگاه دارد. یعنی باز کسی فکر نکند که یعنی ما این مسئله ها را ناچیز میدونیم، به اهمیت میدونیم. نه، اما ما طبق فرهنگ اسلامی، طبق رفتار پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رفتار خواهیم کرد که مسئله های اولویتناک است. یعنی پیامبر اکرم هم، حتی دین مبین اسلام هم همه چیز را یک باره حل و فصل نکرد، بلکه مسئله ها را با گذشت زمان، با اولویت بندی حل کرد و ما همچنین رفتار خواهیم کرد. اولویت پیمان ملی تاجیکستان چی هست؟ آزاد کردن ملت از ظلم، آزاد کردن زندانی های سیاسی، برگرداندن مهاجرین، بهتر کردن وضعیت اقتصادی، برقرار کردن عدالت، تأمین جای کار، تأمین برق، تأمین معاش و نفقه کافی برای زندگی که یک انسان دیگر کم بضاعت و کم بغل نباشد. وقتی که ما این مسئله های اساسی اولویتناک که به همه انسان ها ضرور هست، به مسلمان، به مسیحی، به دیندار، به اتئیست، به همه این چیزها لازم است. اینا را که حل کردیم، انتخابات های آزاد و شفاف و دموکراتی برگزار شد. مردم پرزیدنت، وزیران، پارلمانت، سودیه ها را انتخاب کردن، رئیسان شهر و ناحیه، رئیسان جماعت ها را انتخاب کردن. بعد میبینیم خب میگیم شکای مردم که سیر شد، جای کار پیدا کردیم برای همه. اکنون بیایم درباره مسائل فرهنگی صحبت کنیم. خب ما بله تاجیکستان یک دولت دموکراتی است، اما یک دولت مسلمان نشین هست. فرهنگ ما، فرهنگ ملی، فرهنگ اسلامی ما این چیزها را میگوید. ما این مسئله را چگونه باید حل کنیم؟ در یک روند گفتگوی ملی، بدون فشار آوردن، بدون کسی را مجبور کردن، بدون کسی را زندانی کردن، کسی را تحقیر کردن، حق کسی را پامال کردن، ما باید این مسئله ها را از طریق رأی مردم حل کنیم. مردم چه خیلی که خودش رأی بدهد. شما مطمئن باشید دوستی عزیز، اگر در تاجیکستان آزادی باشد، مردم سالاری باشد، حق آزاد انتخاب کردن باشد، رأی اکثریت گرفته شود، مردم خودش طرفدار فرهنگی ملی و اسلامی هست. بدون پامال کردن حقوق کسی را تحقیر کردن، کسی را زندانی کردن، مردم خودش این مسئله را حل خواهد کرد. اما اگر شما بگید که برای من فرق ندارد که شما در مشکلات اقتصادی مردم، برق، آزادی های عمومی مردم چه برنامه دارید، اگر مثلا شما از روز اول نهایت علیه LGBT موقع نگیرید، یا مثلا فروش شراب را منع نکنید، یا اینکه مثلا بعض دیگر برعکس بگن که شما اگر برای خانم‌ها حجاب را حتمی نکنید یا برای مردها داشتن ریش را حتمی نکنید، پس ما با شما نیستیم. من از حالا میگم، من افسوس میخورم که خیلی ها را از دست خواهیم داد، اما پس معلوم شد که برداشت ما و شما از آینده تاجیکستان، از یک دولت آزاد، از یک دولت پیشرفته فرق میکرده است. شما از امام علی رحمان فرق زیاد نداشتید، فقط با تابش دیگر، یکی با نام دموکراتی و دنیویت این کار را میکند، یکی دیگر با نام دین میاد دقیقا همون کار امام علی رحمان را تکرار میکنند. ما این برنامه را نداریم. ما مردم را آزاد میمونیم. مردم را وظیفه یک حکومت این است که جای کار تامین کند، معاش تامین کند، مکتب و معارف بسازد، بیمارستان بسازد، مردم زندگی خوب داشته باشند. خود مردم خودش قرار قبول میکند، رأی میدهد که چی قانون باشد، چی فرهنگ باشد، چی ممنوع باشد، چی جایز باشد. دموکراسی همین است، حقوق بشر همین است، رأی اکثریت همین است. نه اینکه حکومت خودش مجبور میکند، بلکه خودی مردم در نتیجه یک رأی دهی دموکراسی و انتخاباتی آزاد این مسئله رو خودش حل میکند. نظر ما همین است برادر عزیز. امیدوارم که شما ما رو درک کردید و ما اولویت‌ها را که معلوم کردیم، دیگر این مسئله خودش حل خواهد شد. تشکر زیاد.